شما با شنیدن اسم دوره قاجار چی به ذهنتون میرسه؟ پادشاهان و کاخاشون، حرمخونه ها، زنها و قیافه هاشون، سفرهای خارجی که در دوره قاجار اتفاق افتاد یا چی؟ احتمالاً اینا اولین چیزاییه که با شنیدن اسم دوره قاجاری به ذهن شما میرسه. اما واقعیت اینه که در اون دوره قصه ها و آدم های بسیار جالب دیگه ای وجود دارن که ما احتمالاً چیزی ازشون نشنیدیم، در صورتی که اگر سراغشون بریم میبینیم که چه اتفاقات و ماجراهای جالبی توی دوره قاجار وجود داشته و ما ازش بیخبر بودیم. امروز میخوام در مورد یک کتاب جالب و یک شخصیت جالب در دوره قاجار براتون حرف بزنم. یک شاهزاده قاجاری که روزها و شبهاش رو صرف نوشتن کتاب آشپزی کرد. بله، من حسین صبحانی هستم و در ویدیوهای کانال یوتیوب چنین شد و همینطور در پادکست چنین شد درباره وقایع، مکانها و فرهنگها و آدمهایی در تاریخ معاصر ایران حرف میزنم که احتمالاً قصه جالبی داشته باشن. حالا بیاید بریم سراغ قصه که میخوام توی این ویدیو تعریف بکنم، درباره یک شاهزاده قاجاری به نام نادر میرزا قاجار که نواده فتحعلی شاه بوده. پدرش منصب دولتی داشته که به دلایلی مغضوب میشه و از سمتش کنار گذاشته میشه، اما پسرش نادر میرزا که موضوع بحث ماست در 25 سالگی مسئول امور مالیاتی میشه، سمت دیوانی پیدا میکنه در آذربایجان. متاسفانه بعد از این مدتی نادر میرزا هم مغضوب میشه و از کار کنار گذاشته میشه، یه جورایی تبعید میشه و از خونه و زندگیش دور میفته. نادر میرزا آدم جالبی بوده، بسیار آدم باسوادی بوده، اهل مطالعه بوده که از نوشته‌هاش که بعدتر براتون میخونم کاملا میشه متوجه شد این رو. وقتی از کار بیکار میشه، از خونه و زندگیش دور میفته، به این فکر میکنه که خب من چیکار میتونم بکنم که روزگار بگذرونم و یک کار جالبی کرده باشم. خودش مینویسه: بر خود فرو پیچیدم و اندیشه ها کردم که مرا پیشه باید که روزگار بگذرد و روز و شب به سر آید و یادگاری باشد به تازی و پارسی. چامه و چکامه ها نوشته بودم. نیک آمد که کارنامه تازه نویسم، بدان گونه که کس ننوشته باشد. بدین اندیشه بودم. شبی بانوی من گفت: بیا تا چامه گوییم که شب بس دراز است و افسون خواب چامه است. همسرش بهش گفت بیا قصه بگیم که یک قصه‌ای باشه برای شبهامون که بتونیم بخوابیم. گفتم نخست تو گوی و من نیز داستانی به یاد آرم و دیگر شب گویم. سرود که خورش‌های ایران زمین چند گونه است. ازش همسرش پرسید که غذاها و خورش‌های ایران چند مدلن. گفتم چه دانم، خوردنی و پختنی زنان سازند و پزند. تو گوی هرچه دانی از این دست و من تو را نگارنده باشم. بانو همی گفت و من همی نوشتم شبها تا این نامه به انجام آمد، بس نیکو و نغز. تصمیم گرفتن که با هم دستورهای غذایی که همسر نادر میرزا بلده بنویسن، یعنی در واقع همسرش تعریف بکنه برای نادر میرزا و نادر میرزا بنویسه و اینا رو با هم دیگه جمع بکنن. نتیجه شد یک کتابی که الان اینجا میبینید. البته اون موقع به شکل کتاب منتشر نشد، نسخه دستنویسی بود که چند سالی نشر اطراف به نام کارنامه خورش یادداشت‌های نادر میرزا و همسرش رو منتشر کرده که توش دستور غذاهای مختلف از همه جای ایرانه که خیلی جالبن. همونطور که گفتم نادر میرزا آدم باسوادی بوده، اهل مطالعه بوده، نثر بسیار گیرایی داره. البته نثرش یه مقدار پیچیده است، سعی کرده از کلمات تماما فارسی استفاده بکنه. این رو باید بگیم که چیزی که در یادداشت‌های نادر میرزا میخونیم نثر رایج اون روزها نبوده. کاملا مشخصه که نویسنده سعی کرده یه نثر شسته رفته و شیک و درست و حسابی داشته باشه که البته یه مقدار باعث شده پیچیده بشه، ولی در مجموع خیلی قلم جالبی داره، بسیار ایده جالبی داشته که با همسرش بشینن و با هم دیگه دستور آشپزی بنویسن. به همسرش بسیار احترام میذاره توی نوشته هاش، دائم ازش به عنوان خانه خدای، خاتون، بانو، بانوی سرای اگه اشتباه نکنم و با این لقب ها ازش یاد میکنه و خیلی هم جذاب و جالب این دستورهای آشپزی رو دسته‌بندی کرده. مثلا اگه بخوام براتون بخونم، در همه گونه آش هاست، این یه بخشش درباره آش ها.
در شناختن پلاها نوشته. در گونه مسمنها منظورش غذاهای چرب و پر روغنه. در گونه بریانها، در گونه کوفته ها، در گونه کوکوها، در گونه بورانی ها، در گونه خورش ها و در گونه آبگوشت ها. خیلی جالب اینا رو دسته‌بندی کرده و راجع به هر کدومشون به تفصیل گفته. اما یه نکته جالب دیگه هم که وجود داره اینه که این هم باز نشونه سواد درست و حسابی نادر میرزا اینه که جا به جا هر جا فکر کرده که مناسبتی داره از شعر استفاده کرده توی نوشته‌هاش. مثلا گفته که این غذا رو باید در بهار خورد مثلا و یک شعری در توصیف بهار آورده، گفته وقتی که اینجوری شد و اون شعر رو آورده، حالا وقتی که باید این غذا رو خورد. و در کنار توصیفاتش درباره آشپزی و دستور آشپزی که داده، از تاریخ روزگار خودش گفته، از وقایع گفته، از بعضی آدم‌های اون دوره گفته. یعنی لابلای این دستورهای اطلاعات دیگه‌ای هم ما از اون دوران به دست میاریم که خیلی جالبه. حالا بذارید که چند نمونه از دستورهای غذایی که نادر میرزا و همسرش نوشتن رو براتون بخونم که ببینید چطور نوشته. البته بعضیا معتقدن که اصلا همسری در کار نبوده و نادر میرزا برای جذابیت و روایی کردن این دستورهای آشپزی یک کاراکتری اضافه کرده که همسرش بوده، ولی ممکنه هم اصلا واقعا این اتفاق افتاده باشه و همسرش این دستورها رو داده و نادر میرزا نوشته، چون ما میدونیم که نادر میرزا ازدواج کرده. در مورد قیمه مثلا جالب مینویسه، میگه که شاهنشاه خورش ها و از ساسانیان مانده، بدان جایی که از این خورش گمان آن است بیشتر خورشی نبود. بس نیکو و بامزه و گوارنده و پسندیده هر کس است و آنچنان پسند که خاتون جهان مرا گفت و من بنوشتم. همسرش رو میگه خاتون جهان. گوشت فربه باید که آن را به کارد پاره ها کنند، چون فندقی هر یکی به یک اندازه، و روغن باید هرچه پاکتر و بهتر. پس به دیگدان ریزند و بتابند بس نیک. فکر کنم متوجه میشید که کاملا چی میگه، یعنی نیازی به توضیح نداره. چون تافته گردد گوشت های قیمه در آن ریزند، چون گوشت برشته گردد و اندکی ماند که نیکو برشته شود، پیاز به اندازه در آن ریزند تا آن نیز سرخ شود. چون پیاز و گوشت به اندازه سرخ گردید، نیمه نخود به اندازه افکنند. نیمه نخود که قاعدتا منظورش لپ است. پس آب به اندازه ریزند و برافروزند تا نیک پخته شود. پس زعفران به آب سوده در آن ریزند که به رنگ زعفرانی گردد و از داروها افشانند. منظورش ادویه است. آنگاه که نزدیک شود که روغن نشیند و هنوز اندکی آب در آن بود که داروها افشانند و با گوشت آغشته جوشد و بوی آن گیرد. چون نیک پخته و همگی به روغن نشسته بود برگیرند. دیگه درش میارن. کدبانو گفت این راه پختن قیمه ساده است. اگر لیمو امان در آن هنگام که گوشت و نیمه نخود نیم پخت گردد در آن افکنند، امانم خودش با تشدید نوشته، بس نیکو شود. لیمو امانی هم بهش اضافه کرده. و بدانگاه که بادنگان بود، منظورش بادمجونه، قیمه بادنگان بهترین خورش هاست و آنچنان بود که چون روغن بتابند، نخست بادنگان پوست گرفته و به آب نمک تلخ آن برده سرخ کرده بردارند. تلخیشو میگیرن و میریزن توش. دستور قیمه بادمجون هم اضافه کرده بهش. پس گوشت قیمه کشیده بتابند، چون نزدیک به پختن گردد بدانگاه که خالیگر شناسد، خالیگر هم منظور آشپز، بادنگان‌های سرخ کرده بدان افکنند تا نیک پخته گردد و نیکوترین خورش هاست. خداوند خانه گفت، بازم همسرشو میگه، خداوند خانه گفت من دیدم که قوره تازه نیز به قیمه ریزند، من آن نپسندم. باقلای تازه نیز دیدم که به قیمه ریزند، پوست گرفته و نیمه کرده، بس ناسزاوار است. من این دو گونه یاد کردم که نگویند آن دو ندانسته. میگه دستور این دوتا هم دادم که فکر نکنن بلد نبودم اینا رو هم بپزم. یه نمونه دیگه اگه بخوام براتون بخونم، مثلا کباب گوساله. به روزگاری سزاست که گشت جوشن پوش آب از هیبت بردالعجوز، تا درخت بید شد در بوستان خنجرگزار. بوستان از برگ و کوه از برف و گردون از سحاب گشت، زرین فرش و سیمین حلقه مشکین کنار. ناکشیده غم چرا شد روی آبی چون زریر، ناچشیده می چرا شد چشم نرگس پرخمار. حمله دی در گرفت و دست آذر در نوشت، مطرح لعل از جبال و مفرش سبز از قفار. میگه که تو این روزگار باید
درست بشه. بانو گفت من نیز این بریان شنوده‌ام و نخوردم. گفتم این خورش نامآور است به ویژه نزد فرنگیان، گرچه بریان‌های فرنگ چون ایران نباشد. از آن بیشتر گوشت به روغن پزند و خالیگری آنان گونه دیگر است آشپزیشون که به ایران ندانند. آشپزی فرنگی با ایرانی‌ها فرق داره دیگه. بریان گوساله فربه که به ایران پزند بس نیکو و تن را سودمند است. نیروی آن بیش از بره باشد و تنومندی آرد و زود بگوارد و آن چنان باشد که گوشت‌های نرم ران و پشت مازه و سردست گوساله را چون بریان بره پارچه ها کنند. دنبه بره شیرمست اگر به دست آید به باشد، وگرنه زان گوسپند جوان به اندازه خرد کنند و پیاز و نمک و پلپل بر آن ریزند و گاه باشد که سرکه تند بر آن افشانند و 1-2 روز بنهند تا نیک نرم و پرورده گردد. آنگاه چون بریان بره و گوسپند پزند و خورند و این بریان را سواران قراپاپاق که به ایران و آذربایجان نام دارند نیکو پزند. اگر گوساله به دست ناید از گوشت گاو جوان نیز این بریان کنند. خوردن این خوردنی نیز به زمستان سزاوار است. یا مثلا یه نمونه کوفته رو دستورش رو آموزش میده، میگه که ویژه آذرآبادگان است. خیلی جا آذربایجان و آذرآبادگان نوشته. ویژه آذرآبادگان است و در ایران به هیچ شهر این کوفته ندانند و نپزند و بدین سرزمین نیز جز تبریز اگر به شهر دیگر پزند از این پهلو آموختند. خداوند خانه گفت این خوردنی من نیکو پزم و تو را بسیار پختم و آنچنان بود که نخست خالیگر باید گوشت فربه به دست دارد و نیکو با پیاز و نمک فرو کوبند و ریشه های گوشت جدا سازند. پس نیمه نخود به آب نیکو پخته و آرد نخود بوی داده به اندازه، زعفران و پلپل نیز به اندازه در هم آمیخته نیک با گوشت فرو مالند که یکسان گردد. پس به هر اندازه که خواهند کاسه بباید. در آن پارچه های نازک افکنده و آن افزار به میان آن نهند و در میان تخم ماکیان به آب پخته و زرشک و آلو بخارا و بادام و پسته ریزه کرده نهند و پارچه فرو پیچند و گرد کنند و گلو بسته به آب جوشان افکنند. چون اندکی جوشد و پخته گردد بگشایند و به روغن پاک تافته سرخ کنند و اندک آب ریزند تا پخته گردد و به روغن افتد. بهترین کوفته هاست نان خورش را. حالا شما به من بگید که آیا خوندن دستور آشپزی از روی این کتاب آیا به شما کمکی میکنه که بتونید این غذاها رو درست بکنید یا نه؟ خیلی جالبه که در دوره قاجار همچین متنایی وجود داره که از وجود خیلی‌هاش ما چندان خبر نداریم. این کتاب کارنامه خورش رو نشر اطراف منتشر کرده که به کوشش خانم نازیلا ناظمی هم منتشر شده. اگر دوستش داشتید میتونید پیداش کنید و بخونید و کیف کنید. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو دیدید. خیلی خوشحال میشم که بقیه ویدیوهای چنین شد رو هم ببینید که اونجا چیزهای جالبی در مورد فرهنگ ایران، تاریخ ایران و آدم‌های جالبی که در ایران زندگی کردن میگم. همینطور پادکست چنین شد که اونجا نسخه صوتی و مفصلی که از موضوعات مختلف مرتبط با همین کانال رو پیدا خواهید کرد میتونید بشنوید. خیلی ممنونم ازتون.